جهنم در شرق آسیا، رازهای سیاه حمله ژاپن به چین. تجاوز و شکنجه به زنان و دختران چینی توسط ارتش ژاپن. در دهه 1930 چین با کابوسی به نام ژاپن مواجه شد. اما چگونه این واقعه تاریخی آغاز شد و بلایی که سر میلیون‌ها آدم آمد؟ بیایید به عمق این رویداد تاریخی سفر کنیم و از این جنایات با خبر شویم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. جهنم در شرق آسیا، بلایی که ژاپن بر سر چین آورد. تاریخ بشر پر از روایت‌هایی است که گاه به راحتی فراموش می‌شوند، اما تأثیرات آنها برای همیشه در ذهن کسانی که آنها را تجربه کردند باقی می‌ماند. یکی از این روایت‌ها تجاوز ژاپن به چین در خلال جنگ دوم چین و ژاپن. این جنگ نه تنها به مرگ و ویرانی بیشماری منجر شد، بلکه رنج‌ها و زخم‌های عمیقی بر پیکره ملت چین بر جای گذاشت که تا به امروز نیز ادامه دارند. در این قسمت شما را به سفری در دل این رویدادهای تلخ تاریخی خواهیم برد. سفری که شامل بررسی دلایل این جنگ، فاجعه‌های انسانی و جنایت وحشتناکی است که ژاپن بر سر مردم چین آورد. پس با ما همراه باشید تا به عمق این تاریخ تاریک نفوذ کنیم و ببینیم که چگونه انسان‌ها می‌توانند به یکدیگر بی‌رحمانه‌ترین بلاها را تحمیل کنند. دلایل جنگ و زمینه‌های تاریخی. برای درک کامل تجاوز ژاپن به چین باید به گذشته بازگردیم و ببینیم که چگونه این دو کشور به نقطه‌ای رسیدند که یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر را آغاز کردند. در دهه‌های 1920 و 1930 ژاپن به سرعت در حال صنعتی شدن و تبدیل به یک قدرت نظامی برجسته در آسیا بود. این کشور با دسترسی محدود به منابع طبیعی نیاز مبرمی به دسترسی به مواد اولیه برای تأمین اقتصاد خود داشت. چین با جمعیت زیاد و سرزمین‌های وسیع و منابع طبیعی به عنوان هدف اصلی گسترش ژاپن در نظر گرفته شد. در سال 1931 ژاپن به منچوری، منطقه غنی در شمال شرقی چین حمله کرد و آن را به عنوان یک دولت عروسکی به نام مانچوکوئو تحت کنترل خود درآورد. این اقدام ژاپن باعث افزایش تنش‌ها بین دو کشور شد، اما جنگ تمام عیار هنوز در راه بود. در سال 1937 با حادثه‌ای که در پل مارکوپولو در نزدیکی پکن رخ داد، ژاپن بهانه‌ای برای آغاز یک حمله گسترده نظامی به چین پیدا کرد. بخش دوم، آغاز تهاجم و نبرد شانگهای. با شروع حمله ژاپن به چین، اولین درگیری‌های بزرگ در شهر شانگهای چین رخ داد. شانگهای به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای چین نقش کلیدی در این جنگ داشت. در آگوست 1937 نبرد شانگهای آغاز شد. این نبرد یکی از اولین و خونین‌ترین درگیری‌های جنگ دوم چین و ژاپن بود. نیروهای ژاپنی که از لحاظ تجهیزات و تسلیحات برتری داشتند، به سرعت حملات خود را آغاز کردند. اما نیروهای چینی با وجود کمبود منابع و تسلیحات به شدت مقاومت کردند. نبرد شانگهای بیش از 3 ماه به طول انجامید و در نهایت با پیروزی ژاپن به پایان رسید. اما این پیروزی به قیمتی سنگین برای هر دو طرف تمام شد. هزاران نفر از سربازان و غیر نظامیان در این نبرد کشته شدند و بخش‌های وسیع از شانگهای به ویرانه تبدیل شد. این نبرد نشان دهنده عزم و اراده قوی مردم چین برای دفاع از سرزمین خود بود. اگرچه در نهایت ژاپن پیروز شد، اما این پیروزی به ژاپن نشان داد که فتح چین به مراتب دشوارتر از آن چیزی است که تصور می‌کرد.
دوستان لطفا این ویدیو رو لایک کنید اگر لایک نکردید و سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی به شما نمایش داده بشه. بخش سوم، سقوط نانجینگ یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ. اگر بخوایم یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ را بازگو کنیم، بدون شک کشتار نانجینگ یکی از آنهاست. پس از نبرد شانگهای، نیروهای ژاپنی به سوی نانجینگ، پایتخت وقت چین، پیشروی کردند. در دسامبر 1937 نانجینگ به دست نیروهای ژاپنی افتاد. اما آنچه که پس از تصرف این شهر رخ داد به یکی از بزرگترین جنایات جنگی تاریخ معروف شد. نیروهای ژاپنی به مدت 6 هفته به قتل عام، تجاوز و غارت مردم نانجینگ پرداختند. تعداد قربانیان این کشتار هنوز هم موضوع بحث و جدل است. اما تخمین زده می شود که بین 200 تا 300 هزار نفر از مردم غیر نظامی و اسیران چینی در این مدت به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند. تجاوز به زنان و دختران چینی در نانجینگ به یک کابوس تبدیل شده بود. هزاران نفر از زنان و دختران چینی جوان تا مسن مورد تجاوز قرار گرفتند. بسیاری از آنها به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند. سربازان ژاپنی به خونه‌ها هجوم می‌بردند و افراد را به شکل وحشیانه‌ای مورد تجاوز قرار می‌دادند و به هر چیزی که دستشان می‌رسید غارت می‌کردند. این جنایات نه تنها فیزیکی بلکه روانی نیز بود و مردمی که از این کشتار جان سالم در می‌بردند تا پایان عمر خود با ترس و وحشت و یادآوری این حوادث دست و پنجه نرم می‌کردند. یکی از جنبه‌های ترسناک این واقعه بیرحمی سربازان ژاپنی بود که نه تنها به قتل و تجاوز اکتفا نکردند بلکه با برگزاری مسابقات جنون‌آمیز برای قطع کردن سر اسیران و نمایش قدرت خود از این جنایات لذت می‌بردند. این کشتار نه تنها نانجینگ بلکه تمام چین را در شوک و وحشت فرو برد و به عنوان یکی از فجیع‌ترین جنایات جنگی تاریخ بشر سرد شد. در بخش چهارم، واحد 731، آزمایش‌های بیولوژیکی وحشتناک و خطرناک. جنایات ژاپن در چین به کشتار نانجینگ محدود نشد. یکی از تاریک‌ترین و کمتر شناخته شده ترین جنایات ژاپن در چین فعالیت واحد 731 بود. واحد مخفی از ارتش ژاپن که در منچوری مستقر بود و بر روی توسعه و آزمایش سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی کار می‌کرد. واحد 731 توسط ژنرال شیرویشی، یک پزشک و دانشمند ژاپنی رهبری می‌شد. در این واحد هزاران اسیر جنگی من جمله اسیران چینی و کره‌ای و حتی مردم عادی به عنوان قربانیان آزمایش‌های مرگبار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این آزمایش‌ها شامل تزریق باکتری‌های بیماریزا مانند طاعون، سیاه‌زخم و وبا، انجام آزمایش‌های یخزدگی، بررسی اثرات سموم مختلف بر بدن انسان و حتی تشریح‌های زنده بود. قربانیان این آزمایش‌ها در شرایط وحشتناکی نگهداری می‌شدند و بسیاری از آنها پس از آزمایش‌ها به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست می‌دادند. واحد 731 همچنین مسئول پخش بیماری‌های بیولوژیکی در میان مردم چین بود. با استفاده از بمب‌های بیولوژیکی، سربازان ژاپنی باکتری‌هایی مانند طاعون و وبا را به مناطق مختلف چین منتقل می‌کردند که منجر به مرگ هزاران نفر از مردم غیر نظامی می‌شد. این اقدامات یکی از مخوفترین جنایاتی بود که ژاپن در طول جنگ علیه چین مرتکب شد. نکته‌ای که این جنایت را وحشتناکتر می‌کند این است که
بسیاری از سربازان ژاپنی در واحد 731 به دلیل همکاری با نیروهای متفقین پس از پایان جنگ از محاکمه و مجازات فرار کردند. آنها اطلاعات خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند و در ازای آن از تعقیب قانونی معاف شدند. این واقعیت که جنایتکاران جنگی این چنین از عدالت گریختند برای بسیاری از قربانیان و بازماندگان زخمی دیگر بر زخم‌هایشان. در آخرین بخش و بخش پنجم، نقش جنگ چریکی و مقاومت در برابر تهاجم. با وجود فشارهای شدید و جنایات وحشتناکی که ژاپن علیه چین مرتکب شد، مردم در چین تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. ارتش ملیگرای چین به رهبری چیانگ کایشک و همچنین ارتش کمونیست چین به رهبری مائو تسه-تونگ نقش مهمی در این مقاومت داشتند. و یکی از مؤثرترین شیوه‌های مقاومت در برابر نیروهای جنایتکار ژاپنی استفاده از تاکتیک‌های جنگ چریکی بود و این بود بخشی از جنایات ژاپن بر علیه چین. دوستان اگر نظری دارید در کامنت ها حتما برای ما بنویسید و لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی به شما نمایش داده میشه. ممنون از شما عزیزان.